زخمی شدن آریانا سعید در کشور دبی حقیقت داشته است. آیا به واقعیت برای آریانا سعید هنرمند کشور عمل صورت گرفته است؟ آریانا در دبی مصروف چه کار باری است و درآمد میلیونی آریانا سعید از کارهای تجاریش؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر توضیحات کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید هنرمند مشهور ملکه دلها که در مدت خیلی کوتاه این لقب را از طرف دوستداران و طرفدارانش کسب کرد. آریانا سعید هنرمند پرآوازه افغان عاشقانه آهنگ می‌سراید. کارهای هنریش مورد حمایت گسترده افغان‌ها و جامعه هنری افغانستان قرار گرفت و در مدت خیلی کوتاه تبدیل به هنرمند خارج از مرزهای افغانستان شد. آریانا سعید در مدت خیلی کوتاه شهرت خوبی کسب کرد و در بزرگترین برنامه‌های موسیقی در افغانستان اجرای وظیفه می‌کرد. آریانا درآمد خیلی خوبی از کنسرت‌هایش داشته است، ولی وی همواره تلاش کرده است تا کاروبار تجاریش را هم ادامه بدهد. در کشور دبی به تجارت کوچکش ادامه داده است و برند از لباسهایش را ساخته است که درآمد خیلی خوبی داشته است. آریانا سعید برای دفاع از حقوق زنان افغانستان هم همیشه صدا بلند کرده است و آهنگهایش اعتراضی بوده است. تازه تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی دست به دست می شود که در کشور دبی مورد حمله و سوء قصد قرار گرفته است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حقیقت داشته است، ولی ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوش و آرامی برای سحر صفدری و موجی وارث از بارگاه عزت الله هزار تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سحر صفدری و موجی وارث به اشتراک بگذارید. اگر توضیحات کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.